شاهنامه فردوسی پارت 2 نیاکان پادکست. خب تا اینجا پیش رفتیم که کیومرث نخستین شاه جهان یک پسری داشت به نام سیامک که این سیامک به دست پسر اهریمن کشته میشه. کیومرث و مردمش به خاطر از دست دادن سیامک تا مدت‌ها ناراحت بودن و داشتن سوگواری میکردن تا اینکه سروش ایزد پیام رسان میاد پیش کیومرث و بهش میگه سوگواری بسته و باید نیروتو جمع کنی و به اهریمن حمله کنی. کیومرث هم یک سپاهی از انسان و جانورای مختلف و پری و اینا جمع میکنه و به هوشنگ پسر سیامک این فرماندهی سپاه رو میسپره و بهش میگه خب مثلا بالا رفته و اینا، تو برو انتقام پدرت رو بگیر. هوشنگ با این سپاه قوی میره به سراغ دیوان و دیوان رو یک شکست سخت میده و اما کیومرث که سنش بالا رفته بوده مرگ به سراغش میاد و جانش رو میگیره و حالا هوشنگ باهوش میشه شاه جهان. حالا ببینید در شاهنامه فردوسی چجوری انسانیت داره پیشرفت میکنه. یک روز که هوشنگ به بیرون رفته بود یک مار سیاه بزرگی میبینه و یک سنگ برمیداره که اون مار رو بکشه و سنگو پرتاب میکنه به سمت مار، ولی مار جا خالی میده و فرار میکنه. اون سنگ میخوره به سنگ دیگه، یک جرقه ایجاد میشه و از جرقه آتش شکل میگیره و در واقع هوشنگ آتش رو کشف میکنه و مردم دورش جمع میشن و خوشحالی میکنن و به خاطر این اتفاق فرخنده یک جشنی میگیرن و اسم این جشن رو میذارن جشن سده و تا به امروز هم این جشن رو حالا 10 بهمن این روز رو گرامی میدارن. و ببینید این جشن چقدر قدمت داره. فقط 1000 سال پیش فردوسی تو کتابش میگه و چند هزار سال قبلش این جشن بوده و اگه بخوایم واقعا این جشن رو مصادف بکنیم با کشف آتش، ببینید چند هزار سال قبله. برگردیم سر داستان. هوشنگ از سنگ آهن رو استخراج میکنه با اون آتیشی که در واقع به دست آورده بود و اره و تیشه و اینا درست میکنن. از رودخونه و دریاچه‌ها کانال کشی آب میکنن، قنات میزنن، دسترسیشون به آب خیلی راحت‌تر میشه، کشاورزی میکنن. ببینید یه دفعه چه پیشرفتی میکنن. از حیوانات اهلی استفاده میکنن، از پوستشون و اینا و حتی از روباه و حیوانات دیگه هم برای پوستشون استفاده میکنن و کلاً وارد یه مرحله جدیدی میشن. یعنی یه دفعه یک آتیشی کشف میشه، آهنی استخراج میشه، کشاورزی میشه، یه حالت دامداری میشه. هنوز جا داره که پیشرفت کنه، ولی مرگ چیزی نیست که بشه همین راحتی ازش گذشت و عمر هوشنگ به پایان میرسه. اما واقعا داستان پسر هوشنگ و نوه هوشنگ بسیار شنیدنیه. در پارت بعدی میبینمتون. به پادکست نیاکان خوش اومدید.